خب عزیز دلم چی میخوای بهت بگم؟ من همون حرفو میزنم. نرگس بلا بله عزیزم. به نامزد داداشت چی گفتی؟ من با داداشم بحثم شد. آره این من اول با داداشم بحثم شد، بعد بهش گفتم که با قول گفتنی ها کاریت میکنم که مرغای آسمون بالت گریه کنن. گو هیچ کاری نمیتونی بکن. گفتمش باش. آقا من شماره زن داداشم رو در آوردم و زنگ زدم به زن داداشم. بعد زن داداشم گوشی برداشت گفت بله. گفتم ببین خانم محترم، یه بار دیگه شما تماس بگیرید به گوشی همسر من که محمد هستش، من شماره‌تون رو گوشیش ببینم بلایی به سرتون میارم که مرغای آسمون بالتون گریه کنه. در من بگو شما. گفتم من نامزدشم، عشقشم، خیلی دوستش دارم، خواهش میکنم دیگه تماس نگیرید. آخه منم گوشی قطع کردم، باید نبودی. یه دست گلی به آب دادم. اینقدر خندیدم، 1 سال شاد بودم به خدا. قربونه. خب دیگه چی کار کنم؟ سوال ازم بپرس، من خودم جوابتو میدم. اینا دارم بد نگاه میکنم. نگاه زنم نکنی. سوال بپرس قربونت برم. چه سوالی دوست داری؟ نرگس تو چند سالته؟ من 22 سالمه، دانشجوی اهوازم، رشتم نقشه کشی ساختمونه، فامیلم هم سعادته، بزرگ شده کرجم، میدون فردیس. دیگه چی بهت بگم؟ عشقم کل بچه های اهوازه. سلام قربونت. دیگه بزن. دیگه چی بگم بهتون والا به خدا؟ نرگس یه دهن میتونی واسمون بخونی؟ بخونم واسه؟ آره. چی بخونم؟ من که هیچ بلد نیستم. رپ گوش میدید شما؟ آره. خب من واسه تون رپ میخونم، مشکلی نیست؟ مشکلی نیست. این میگه